سلام بچه ها، من علیرضا بنکتار هستم، دبیر ریاضی، و امروز میخوام یکی از مهمترین بخش های فصل 4 ریاضی دهم رو براتون توضیح بدم. در واقع میخوام در رابطه با مفهوم تعیین علامت که اون بالا هم تیتر زدیم بهتون بگم. و این یک سلسله درس هاست که این درس شماره 1 و پای صحبت های من بشینید و قول میدم که یه ویدیو کاملا جذاب و جالب داشته باشیم واسه آموزش شما عزیزان من. ببینید، اگر ما یه نمودار داشته باشیم، بحث تعیین علامت چی میگه؟ بحث تعیین علامت عزیزان میگه که ما میدونیم و میفهمیم کجا نمودار بالای محور ایکس هاست، در واقع مثبت، کجا نمودار روی محور ایکس هاست یا در واقع صفره، و کجا نمودار پایین محور ایکس هاست یا در واقع منفیه. پس بچه ها، تعیین علامت به ما نشون میده که کجا نمودار چه وضعیت داره نسبت به محور ایکس ها، بالای محور ایکس هاست یا روی محور ایکس ها یا پایین محور ایکس ها. مثلا من اگر یک نمودار داشته باشم به این صورت، مثلا منفی 1 تا 4، میتونم خیلی راحت به شما تعیین علامتش رو بهتون بگم. ببینید به چه صورت میشه. خب میگیم x از منفی بینا تا مثبت بینا. اول ریشه ها رو پیدا میکنیم و مشخص میکنیم ریشه ها چیه. بچه ها ریشه ها هست منفی 1 و 4. خب به ازای منفی 1 و 4 شده 0. پس من این صفر رو مشخص میکنم که به ازای منفی 1 و 4 بوده. خب اگر شما نگاه کنید قبل از منفی 1 کجاست؟ بالای محور x ها، پس میشه مثبت. پس بالای محور x ها میشه مثبت. بین منفی 1 تا 4 کجاست؟ زیر محور x ها، یا در واقع میشه منفی، که پس من اینجا میام اینجا زیرش منفی می‌نویسم، و از 4 تا مثبت b مجددا نمودار میره بالای محور x ها که میشه مثبت، و من اینجا مثبت می‌نویسم. این فایل پی دی اف هم میذارم توی کانال، لینکشو میذارم و شما بتونید این فایل هم دسترسی داشته باشید. پس با استفاده از این جدول میتونید مشخص کنید نمودار کجا بالای محور ایکس ها، کجا روی محور ایکس ها و کجا پایین محور ایکس ها قرار داره. خب من یک مثال اینجا آماده کردم که اینو میخوام واسهتون تعیین علامت کنم. خب ببینید شکل اول رو بهش نگاه میکنیم. خب شکل اول ریشه‌اش منفی 1 و 1 هست. خب حالا قبل از منفی 1 بالاست، پس میشه مثبت. بین منفی 1 تا 1 باز هم بالاست و میشه مثبت، و بعد از منفی باز هم بالاست، پس میشه باز هم مثبت، و اینجا مثبت و منفی بینات هم میذاریم. شکل بعدی رو میخوایم بررسی کنیم. منفی 1 تا منفی بینا تا مثبت بینا. ریشه‌اش کجاست؟ این 1 هست با 3. خب اگر شما نگاه کنید قبل از 1 منفیه، بین 1 تا 3 بالای محوره، پس میشه مثبت، و بعد از 3 مجددا مثبت میشه. پس ما میتونیم رفتار تابع رو بشناسیم. فرض کنید حالا تابع رو نداریم و با استفاده از این مثبت‌ها و منفی‌ها میتونید تصور کنید نمودارش میتونه چه شکلی باشه. یکی از سوال خیلی ساده و یه خورده مبهم، این سوال شماره 3 از یه تابع ثابت هست که البته هنوز شما تابع و ثابت رو نخوندی و توی فصل بعد گفته میشه. اینجا بچه با اون یکی اصلا دقت نکنیم، اون اصلا مهم نیست. در واقع محل برخورد با محور بالا. مهم اینه که کل نمودار سراسر از ابتدا تا انتها کلا بالای محوره، پس کلا میشه مثبت. و آخرین قسمت هم اگر شما نگاه کنید، شماره 4 ریشه ها منفی 2 هست، 0 و 4. بچه ها اینم خوب دقت کنید. حالا اینجا 0 شده و اینجا و اینجا.
قبل از -2 پایینه، پس میشه منفی. بین -2 تا اینجا هم پایینه و باز هم میشه منفی. از 0 تا 4 بالاست میشه مثبت و بعد از 4 هم که باز هم میشه منفی. پس این هم تعیین علامت این 4 تا شکل که داشتیم. ببینید خوب گوش بدین و خوب مفاهیم رو بفهمید. من میخوام سلسله مطلب‌های تعیین علامت رو بهتون بگم چون میدونم یکی از موردهایی که بچه‌ها به مشکل میخورن و بلد نیستن. یکی از سوالای خوبی که توی زمینه طرح شده این سواله که من میخوام بهتون بگم. گفته شکل زیر سهمی به معادل y مساوی با ax 2 به اضافه به x به اضافه c از جدول تعیین علامت این سهمی را بنویسید. یک سوال کاملا ترکیبی از موضوع فصل به حساب مبحث سهمیات توی همین فصل درس 2 و از مبحث تعیین علامت. خب بچه ما رأس سهمی رو داریم، مختصاتش 2 و 9 هست. پس y مساوی با a در x منهای 2 به توان 2 به اضافه 9. اینو که سریع میگم به خاطر اینکه توی سهمی هست. حالا یه نقطه کمکی هم اینجا داریم و این نقطه مختصاتش هست 0 و 8. پس من نقطه A به مختصات 0 و 8 رو توی این قرار میدم. میشه 8 مساوی با A در 0 منهای 2 به توان 2 به اضافه 9. خب پس میشه 4A مساوی با -1 و در نتیجه A میشه -1 4. پس من ضابطه رو می نویسم ولی ساده نمی کنم. ببینین خیلی اتفاق جالبی ها. ساده نمی کنم چون هدفم پیدا کردن ریشه هاست. پس برابر با 0 میذارم. میشه x دوم منهای 2 مساوی با 36. x منهای 2 مساوی با مثبت و منفی 6. پس x برای دو حالتش پیدا میکنیم و x میشه 8 و منفی 4. یعنی بچه های نقطه 8 این نقطه منفی 4. حالا اینجا میخوام جدول تعیین علامت رو بکشم چون دیگه من ریشه ها یا محل برخورد با محور ایکس ها رو دارم. این سوال خیلی سوال قشنگ و ترکیبی و من سوال بعدی رو میذارم واسه شما که تا لذت ببرید. خب اینجا ببینید قبل از -4 کجاست؟ پایین. پس میشه منفی. بین -4 تا 8 کجاست؟ بالا. میشه مثبت و بعد از 8 هم شد منفی و این نمودار جدول تعیین علامتش رسم شد. یک نمودار دیگه هم اینجا گذاشتم که اینم میخوام خودتون انجام بدین. میتونید حتما برید توی کانال تلگرامم و اینو دانلودش کنید و حتما انجام بدید و حتما واسه من ارسال کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر براتون مفید بود حتما لایک کنید و کامنت فراموش نکنید. من با یک سلسله از مطالب ریاضی میخوام بهتون کمک کنم و باعث بشم که اون مطالبی که دانش آموزان تو پایه‌های 11 و 12 و حتی توی خود دهم به مشکل برمیخورن بهشون کمک بدم. منو دنبال کنید توی تلگرام سروش و ایتا و کانال منو توی توضیحات هست و میتونید اونجا منو دنبال کنید. موفق و پیروز باشید. خداحافظ همگی شما.